امشب بسیار خوشحالیم و احساس میکنیم که رحمت پروردگار به این خطه و به این مجلس سرازیر هست و به همین امید و به همین آرزو نشستیم که همه ما را و تک تک این عزیزانی که اینجا در این محفل گرد هم آمدند، محفل مراسم عروسی هست. مراسم عروسی 100 نفر از جوانان که 200 نفر می شوند، زن و مرد، 100 نفر مرد و 100 نفر زنان. و امشب شب خوشحالی اینها هست و شب جشن و سرود این عزیزان و من و شما شرکت میکنیم به این مراسم. جای خوشحالی برای همه ما است و گرچه عزیزمون عمادالدین دادن برای همه مراسم، ولی ما احساسمون اینه که مراسم عروسی عمادالدین هم امشب هست و این جشن ایشون و مراسم عروسی ایشون با ازدواج همین 100 نفر از جوانان عزیز که امشب مراسمشون گرفته شده است، خوشحالی ایشون با همین. و من از دیری که این عزیزان منتظر بودن که مراسمشون گرفته بشه، من یک نکته عرض کنم که حاج الله نظر الله تعالی حفظشون بکنه، فرزند پسرشون هم یک عمادالدینه و مادران و پدران معمولا برای ازدواج فرزندانشون بسیار آرزو دارند. یکی از آرزوهای همه مادران و پدران آنه که فرزندانشون را به خانه بخت بفرستند، مخصوصا وقتی فرزند یکی باشه دیگه آدم میخواد هر چه داره خرج کنه و این حاجی چیز بالایی در نظر داشتن که برای مراسم عروسی عزیزمون عمادالدین خرج کنند و بنده به ایشون مشورت دادم که شما مشوره بود که مراسم کجا بگیری، مثلا حالا در همین حول و حوش زاهدان، اطراف شهر زاهدان خودشون مجتمعی دارن، در آنجا بگیرن. مشورت داده شد که این مراسم هزینه هرچی که در نظر دارند او را اضافه هم بکنند و بالاخره همین ازدواج تعدادی که همین 100 نفر شد هزینه اینها بکنند و الحمدلله استقبال کردن. هم عزیزمون حاج مهدی شهبخش که پدر خانم عمادالدین هستند، هر دو خانواده اتفاق کردند و وسائل خریدند، اینها به هر حال جهیزیه دادند به عزیزان، بخش را از وسائل اینها تهیه کردند، اساسی اینها را. و امشب هم بالاخره این مخارج هم با همین عزیزان
ازدواج میکنن. عمان سفری داشت کشورهای دیگر و ما متوجه شدیم که اونجا همین برنامه. تو عمان نمیدانم حافظ صاحب اینجا هستن، شاید 170 نفر بودن یا 200 نفر، 500 نفر. بله، به هر حال ازدواج دست جمعی. ما هم توی مراسم شرکت کردیم، صحبتی کردیم و خیراً اینا جمع میشن، افرادی را که بضاعت ندارن، سرمایه ندارن، اینا را ازدواج میدن. این مراسم که اینجا گرفته شده نه به خاطر این که همین اول و آخر همین باشه و تمام بشه بره، میخوان یه سنت حسنه راه بیفته توی منطقه که همه ازدواج دست جمعی بشه. اگر 10 نفر یک جا ازدواج بکنن، 20 نفر یک جا، 30 نفر یک جا ازدواج بکنن، و این برکاتش، خیرش و رحمتش بسیار زیاده و مایه خوشنودی رب العالمین، رضامندی الله تعالی می شود. و ما انتظارمون و تقاضایمان از همه مردم عزیز زاهدان، استان، از مردم کشور همینه که مراسم ازدواج را، برنامه ازدواج آسان بکنن، توی کشور سخت نگیرن. جوانان در شرایط کنونی نمیتوانند که ازدواج بکنند، اگر سخت گرفته بشه آسان بگیرن. سرمایه داران به کمک کنند، کسانی که الله تعالی اونها را ثروت داده، هزینه ها را همینطور هزینه های ازدواج کاهش بدن. و ما داشتیم توی همین زاهدان که مراسم عروسی که 120 تا گوسفند در یک مراسم ذبح شد برای یک فرزنده و چندین اینطوری مسائل بوده. خیلی مردم هزینه میکن، هزینه بالا، و این هزینه های بالا را اگر با اینها جمعی از کسانی که سرمایه ندارند، توانایی ندارند، مراسم ازدواجشون با هم انجام بگیره، نزد الله تعالی خیلی ارزش داره و بسیار ارزشمنده. امشب تو این جلسه ما هم علمای اعزا و گرامی شهرمان و اساتید گرامی و در این جلسه هم معتمدین و ریش سفیدان، جمعی از ریش سفیدان همه را دوستان نتوانستند دعوت بدن و جمعی از دانشگاهیان و تحصیل کردگان و نخبگان دعوتان اینجا همه. و بالاخره این مراسم هم کوتاه گرفته شده. 100 نفر ازدواج 100 نفر باید در مصلی بود که به هر حال 30-40 هزار نفر بیاید، ولی بالاخره اینجا مختصر شد که همینجا این به صورت نمونه ای از دوستانان که ما از همه تقاضا داریم که تو این کار خیر کمک کنن که این کار خیر جریان پیدا بکنه. من یک عذرخواهی از هموطنان عزیزم و ایرانیان عزیز دارم که اونا توی شرایطی که این مراسم گرفته شده، این مراسم قبلا تعیین بوده و دغدغه در مردم عزیز ایران هست و او همین حمله همین شیمیایی و سمی هست، حمله سمی به مدارس آموزش و پرورش، مدارس دخترانه، و واقعا یک دغدغه بسیار بزرگی است که همه را پریشان کرده است. دختران معصوم را کسانی که مورد حمله قرار میدهند و این در واقع حمله به علم هست، حمله به دانش و بسیار این مقاصد شوع داری کسانی که این کار را میکنن، مقصدشون بسیار بده. و من توی مراسم نمیخوام بیشتر حرف بزنم، مختصر من امیدوارم، من جمله دعایی میکنم که کسانی که این دختران معصوم ما را، فرزندان این ملت را مورد حمله سمی قرار دادند و الله تعالی این را رسوا کنه و پرده را
پرده را از چهره اینها برداره که اینها ملت ایران بدانن، مردم ایران هم بدانن اینا چه کسانی بوده که کارا، چه کسانی هستن که کار انجام داده. و این مراسم ما از قبل تعیین شده و انسان توی زندگیش بالاخره یکی از خوشی های هر انسان ازدواج. جوانان عزیز بسیار لحظه شماری میکنه اون لحظه که به خانه بختشون میروند و زندگی مشترک را آغاز میکنن. زن باشند یا مرد باشند، همه این آرزو را در دل دارند که مراسم عروسیشون انجام بگیره و زوجین برن با هم زندگی بکنن. و این هم یک تقاضای فطری هست و یک تقاضای بشری و زندگی انسان ناتمامه تا زندگی دنیویش و حتی دینیش هم تا اون زمانی که ازدواجش شکل نگیره و صورت نگیرد. و لحاظ این حق این عزیزان بود که اینا منتظر بودن که ازدواجشون انجام بگیره زودتر، و الا ما باید تأخیر میکردیم که مشکلات حل بشه. ولی اینا خیلی بعد خود معطل ماندن و منتظر. و ما امیدواریم که الله درهای رحمتش را باز کنه و درهای خیرش را باز کنه. یک دو تا جمله مختصر من عرض می کنم عزیزان. توی زندگی که ما زندگی می کنیم هم خوشحالی هست و هم تبریک هست، هم شادمانی هست و هم غم و اندوه هست. اینجا شادمانی اینجا یکی همین مراسمی که هر انسان خانوادهش والدینش منتظرن و آرزو دارند که فرزندشون ازدواج بدن. جوانان برای خود بالاترین خوشحالی نمیدانند که مراسم ازدواجشون می آید. عید می آید و تبریک و خوشحالی است و ولادت و فرزند الله به دنیا میاره و خیلی خوشحالی و فیروزی و شادمانی توی زندگی شم برخورد میکنه و بسیاری غم و اندوه و مصیبت و در مصیبت ها فراق دوستان و وفات عزیزان و اینها خدا نیاره ضرر مالی جانی، این همه نقصانان. و من و شما از این دنیا که می رویم پشت فردا عزیزان خوب توجه کنید، پشت این پرده که من و شما اینور پرده ایم در دنیاییم و پشت فردا که عالم آخرت برزخ، آنجا شادمانی های هست که در دنیا نظیر ندارند، مثل و مانند ندارند و غم و اندوه و مصیبت و ویلاست آنجا که هم در دنیا مثل و مانند ندارند. اگر ما زندگیمون حساب شده راه زندگی را اختیار کنیم و در مسیر رضامندی الله قرار بگیریم و ایمان کسب کنیم، ایمان حاصل کنیم و اختیار کنیم که ایمان به خدای واحد و لا شریک عزیزان من بزرگترین ارتباط با الله و بندگی الله. و اگر ما اقتدا و اتباع رحمت خدا رسول اعظم صلی الله علیه وسلم را اختیار کنیم و در مسیر شریعت و سیره مطهره آن حضرت قرار بگیریم و به خلق خدا بندگان خدا دل سوزی داشته باشیم و نفع برسانیم به بندگان خدا و به کسی ظلم نکنیم، به کسی ضرر نزنیم، آسیب وارد نکنیم، بلکه به مردم خیر برسانیم و نفع برسانیم و
کمک کنیم مردم و دستگیری کنیم نیازمندان را. من و شما که از این دنیا چشم بستیم چنان خوشحالی احساس می کنیم که با این عروسی و جلسه عروسی و مراسم عروسی شباهت نداره، قابل قیاس نیست. بزرگترین خوشحالی و سرور نصیب انسان می شود وقتی که خدا را راضی بیابد و خدای عزوجل را خوشنود بیابه. وقتی چشمش به بهشت بیفته، وقتی چشمش به جنت بیفته، به سعادت آخرت نائل بشه، این بالاترین سعادت. و بدبختی انسان اگر از آخرت غافل باشه و از ایمان به الله محروم بشه و از عمل به شریعت و تقوا دور بشود و یا به بندگان خدا ظلم بکنه، گرفتار فساد و گناه و مردم آزاری بشه، دلها را بیازارد و بر ضعیف و مظلوم اجاب بکنه و ظلم بکند، وقتی که چشمش از دنیا بسته میشه و چشمش را باز میکنه به آخرت جهنم میبینه، عذاب الله را میبینه، خدا را در قهر و غضب میبینه و ناکامی خودش را میبیند. این بالاترین شکست بشره، بالاترین ناکامی، بالاترین غم و اندوه. الله من و شما را نجات بده، فریب دنیا را نخوریم عزیزان که آخرت را به خاطر منافع دنیا از دست بدیم. میتوانیم دنیای من هم بسازیم، آباد کنیم و هم آخرت تا میتوانیم آباد بکنیم. الله این ظرفیت به بشر داده و این مدیریت الله تعالی به انسان داده که مدیریت بکنه دنیاش را و دنیا را بسازه و زیبا بسازه، خوب بسازه، خودش استفاده بکنه، دیگران استفاده بکنند و آخرتش را بسازه و زیبا بسازه. آخرت نه تنها خود را بلکه آخرت خود را و دیگران را بسازه. ولهذا آخرت را در هیچ لحظه ما فراموش نکنیم. الله را که محسن ما است و هرچه داریم از الله داریم، هیچ لحظه فراموش نکنیم و الله را همیشه داشته باشه و هر کاری که انجام میدیم برای الله انجام میدیم. ببین خیلی مهمه، حضرت سلیمان نعمتهای الله را یاد کردن، پیامبر الله، نعمتهای الله تعالی بر حضرت داود و سلیمان، هم سلیمان بر خود و بر والدینش حضرت داود و پدر و مادر، این نعمت را وقتی یاد کردن مناجات کردن به بارگاه الله که من توفیق بده این نعمتها را بر خود و بر والدین شکر کنم و شکر تو را انجام بدم و ان اعمل صالحا ترضا. گفت توفیق عمل صالح به من عنایت کن که مورد رضایت تو قرار بگیره. ما امیدواریم که عمل صالح را از عزیزان ما الله تعالی بپذیری که برای رضامندی الله تعالی قرار بگیره و ما امیدواریم، هم دعا میکنیم که روح بلند حاج امید الله تعالی و حاج جهانگیر را الله تعالی و سایر گذشتگان والدین همه ما و عزیزان ما را الله امشب شادمان بکنه. این عمل الله تعالی زینه بپذیره
و یک سنت حسنه الله تعالی در منطقه راه بیندازه.